اولین فوتبالیست ایرانی که اسمش در کتاب گینس ثبت شد و جز 100 بازیکن برتر دنیاست، مسلط به 5 زبان دنیاست: آلمانی، انگلیسی، عربی، ترکی، آذری هستش و برای تفریح استو و بیلیارد به صورت حرفه‌ای بازی می‌کند. فریحات مورد علاقش هست و اینکه آقای دایی عاشق بستنی هست. توی مسیرش هر جا که بستنی ببینه وای میسته میخره. خیلی زود نجه اما قلب مهربونی داره و بیش از به 50 کشور دنیا سفر کرده. دارای هوش فوق‌العاده که میتونه معادلات ریاضی رو به صورت چند رقمی ذهنی حل کند و این که میشه گفت به این مرد مهربان و مردم دوست خیلی پیشنهادهای بازیگری شده، مثل پژمان جمشیدی و بازیگران دیگر، ولی آقای دایی هیچ وقت اونا رو قبول نکرده و به خاطر دلمهربونی که داره همیشه در کنار مردم هست، در دل مردم ایران هست و همیشه میگه من عاشق کشورم هستم. علی دایی، نامی که در دالان‌های تاریخ فوتبال طنین انداز می شود، نمادی از تعالی، استقامت و اهمیت فرهنگی است. دایی متولد 14 بهمن 1348 در اردبیل ایران است. زندگی علی دایی از آغاز تا تبدیل شدن به یک اسطوره جهانی فوتبال، حکایتی از اراده، مهارت و تاثیرگذاری است که فراتر از ورزش است. علی دایی با رکوردشکنی و تأثیری ماندگار بر ملت خود، نه تنها یک اسطوره فوتبال است، بلکه یک نماد فرهنگی است که اثری پاک نشدنی در جهان بر جای گذاشته است. شما می توانید زندگینامه سایر افراد موفق از بخش گوشه‌ای از زندگی افراد موفق دیدن کنید. زندگی و شهرت علی دایی. ورود علی دایی به دنیای فوتبال از سنین پایین آغاز شد. استعداد ذاتی و اشتیاق او به این ورزش از همان ابتدا مشهود بود و او را به سمت حرفه‌ای شدن در فوتبال سوق داد. او سفر حرفه‌ای خود را در سال 1367 با تیم استقلال اردبیل که یکی از باشگاه‌های فوتبال ایران بود آغاز کرد و در آنجا به سرعت مورد توجه هواداران و کارشناسان قرار گرفت. توانایی استثنایی دایی در گلزنی و تطبیع پذیری در زمین او را تبدیل به بازیکنی حرفه‌ای کرد. لحظه موفقیت دایی با پیوستن او به تیم ملی فوتبال ایران فرا رسید. اولین حضور او برای تیم ملی در سال 1993 آغاز یک حرفه بین‌المللی درخشان بود که بیش از یک دهه طول می‌کشید. مهارت‌های رهبری و مهارت دایی در زمین در نهایت بازوبند کاپیتانی را برای او به ارمغان آورد، موقعیتی که او با فداکاری و افتخار پذیرفت. رکوردها و جوایز علی دایی. یکی از قابل توجیه جنبه‌های دوران حرفه‌ای علی دایی رکورد بی‌نظیر گلزنی اوست. او بهترین گلزن تاریخ در فوتبال بین‌المللی است، دستاوردی که او را در دسته اسطوره‌های ورزشی قرار می‌دهد. قدرت گلزنی دایی در جام ملت‌های آسیا 2000 به اوج خود رسید، جایی که او ایران را به یک پیروزی بی‌یاد رساند و جایگاه خود را به عنوان یک قهرمان ملی تثبیت کرد. زندگی نامه علی دایی. توانایی دایی در گلزنی مداوم نه تنها نتیجه مهارت‌های فنی او، بلکه قدرت ذهنی و تفکر استراتژیک او نیز بود. درک او از بازی همراه با اخلاق کاری به او اجازه داد تا با سبک‌های مختلف بازی و حریفان سازگار شود و جایگاه خود را به عنوان یک نیروی مسلط در فوتبال بین‌المللی مستحکم کند. علی دایی در فرهنگ و جامعه ایران. نفوذ علی دایی بسیار فراتر از زمین فوتبال است. او یک نماد فرهنگی است که اهمیتش فراتر از ورزش است. در کشوری که فوتبال چیزی بیش از یک بازی است، دایی نماد امید، اتحاد و غرور ملی شد. موفقیت‌های او باعث شادی ایرانیان در زمانهای پارچالش شد و کشور را از طریق عشق مشترک به این ورزش متحد کرد. علاوه بر این، فروتنی، فداکاری و تعهد دایی به هنر خود تحسین نه تنها ایرانیان بلکه مردم سراسر جهان را نیز برانگیخت. او نشان داد که با استعداد و کار سخت افراد می توانند بر موانع غلبه کنند و الهام بخش نسل‌ها باشند.